مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تفصیلات صدمه‌های پرقربانی شام 29 ایون و صبح 30 ایون در نویه‌های واسع و شمس‌الدین شاهین را نشر کرد. صبح 30 ایون ساعت 9:30 دقیقه در روز دوشنبه خورخ در حدود نویه شمس‌الدین شاهین بر اثر برخورد جیپ تویوتا لند کروزر با اوپل میری و راننده و دو مسافر اوپل در جای حادثه به هلاکت رسیده، دو مسافر سالخورده تویوتا جراحت برداشتند. همین طور صبح 30 ایون ساعت 9:50 دقیقه در خیابان رودکی شهر پنجکند یک زن 80 ساله زیر چرخ استاریکس مانده در رو به بیمارستان جان باخته است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شام 29 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 19:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کمری بیادوف محمد جان سال تولدش 1995 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 129 حدود جماعت دیوت گلستان نویه واسع از حوزه دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت رو برآمده به ماشین تمغه اوپل استرا تحت دوره راننده رجبوف بازار سال تولدش 1968 ساکن نویه فرخور برخورده است. در نتیجه ماشین تمغه اوپل استرا آتش گرفته، راننده جباروف و مسافرش وهابوف سی مکرم سال تولدش 1941 ساکن نویه فرخور سوخته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. این چنین مسافر دیگر ماشین مذکور وهابوف غیاث‌الدین سال تولدش 1990 ساکن نویه فرخور جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. صبح 29 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا لند کروزر سیف‌الدینوف شیدو سال تولدش 1989 ساکن نویه شغنان هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر خورخ در کیلومتر 237 شورای دوشنبه کولاب درواز خورخ در حدود نویه شمس‌الدین شاهین از حوزه دوره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل میری و تحت دوره راننده فرمانبکوف اسکندر سال تولدش 1988 ساکن نویه ونج برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل میری و فرمانبکوف و مسافرش مظفروف دلیر سال تولدش 1986 خدایداد و سخنگل سال تولدش 1970 ساکنان نویه ونج جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر ماشین تمغه تویوتا لند کروزر اودین محمدوف شنبه سال تولدش 1957 ساکن شهر دوشنبه و الچبک و دولت ناز سال تولدش 1959 ساکن امین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همچنین صبح 30 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 9:50 دقیقه راننده ماشین تمغه خونده استاریکس نوروزوف عبدوولی سال تولدش 1987 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد خیابان رودکی به خطری حرکت رو تامین کردن نتوانسته پیاده‌گرد احمدو و محترای سال تولدش 1943 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه احمدو و جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. تنها در 2 ماه اخیر بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری حدود 80 نفر به هلاکت رسیدند.